شاید واسهتون سوال پیش اومده ما کجا داریم فیلم برداری میکنیم. اینجا هلیوم پارک توی ایران ماله که یه مجموعه بی‌نظیر و خفنه. اگه میخواین یه ورزش سالم بکنین کنار عزیزاتون حتما به اینجا سر بزنین که خیلی خفنه. آقا یه سلام پر انرژی دارم خدمت شما رفیقای عزیزم. قراره توی یه مجموعه خیلی خفن با 3 تا تیم خیلی خفن یه ویدیو واقعا بی‌نظیر بگیرم. قرار آقا تشریف میاریم؟ به تیمی که اول شد قراره بچه‌ها 100 میلیون به کسی که 100 میلیون به تیمی میرسه که قهرمان بشه. کلی آیتم داریم. بریم واسه معرفی آیتم ها. همه با هم هلیوم سرود بدونن اخراجیات دیوونن. هلیوم سرود بدونن اخراجیات دیوونن. هلیوم سرود بدونن اخراجیات دیوونن. هلیوم سرود بدونن ما دیوونه نریم. آقا من عذرخواهی میکنم. 3 تا تیم داریم. تیم اول تیم اخراجی‌ها، تیم دوم تیم لایف و تیم سوم تیم هلیوم هستن. نه از جاهای هوی داره. از اون بهتر که چیزه. بچه‌ها به افتخار خودتون دست بزنید. آقا تو این مرحله تو 8 تا جایگاه وایپ اوت قرار بچه‌ها قرار بگیرن. بازو به هر کی بخوره از بازی حذف شده. از تیم اخراجی‌ها 3 نفر، از تیم لایف 2 نفر و از تیم هلیوم 3 نفر قراره تو جایگاه قرار بگیرن. محمد هم تو این آیتم کنار من به من کمک میکنه که اگه به کسی خورد بهم بگه. بریم که داشته باشیم. به افتخار خود. آقا لطفاً خواهشاً به اون بازویی که پایین‌تره نگاه کنید. کسی زیر اون نمیخوابه، اونو باید بپرین. کسی بخوابه اون از روش رد شه حذف میشه. بازو به اولین نفری که بخوره بازی نگه داشته میشه. نفر میاد بیرون دوباره استارت میزنیم. آماده این؟ از سرعت کم شروع میکنیم. بفرمایید دوستان انشالله موفق باشین. بریم که داشته باشیم. اخراجیا 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 سالار سخت نگیر. بریم یکم تندترش کنیم. عالی عالی سالار عالی عالی ماشاءالله مرتضی عالی حمید عالی حمید عالی حمید اولی ها تیم شیرانه یا علی مادر. بریم یکم تندترش کنم. یکم دیگه تندترش کنم. خورد به کی خورد؟ بله به افتخار مرتضی یه دست بزنیم. مرتضی حذف شونده اول بازی مرتضی. بریم آقا واسه دور دوم. سالار عالی سالار حمید عالی. تیم اخراجی‌ها 1 نفر رو از دست داد. حمید و سالار نماینده تیم اخراجی‌ها تو زمینن. امیدوارم که بتونن نتیجه بگیرن. بچه‌ها تندتر کردم. تندا. سالار عالی حمید عالی حمید عالی حمید جام جهانی. رفتیم تندتر ها. ماشاءالله سالار طاقت بیار مرد. آفرین حمید تا آخر همینا. حمید عالی ماشاءالله. سالار حذف شد. به افتخار سالار یه دست بزنید. هیچی از ارزشات کم میشه. سالار جون خدا هیچی قوت. از ارزشات کم میشه. همه چی از ارزشات. مرسی. بریم واسه دوره بعد. حمید عالی حمید عالی. عالی حمید عالی حمید عالی. حمید ماشاءالله. رفتیم واسه سرعت فوق‌العاده بالا. امیدوارم که حمید دووم بیاره.
ماشاءالله حمید. آبیا رفتن، یکی از آبیا رفت. نگاه. ماشاءالله یکی از حمید. آبیا رفت. یکی از به چوب. ماشاءالله حمید. حمید عالی. حمید عالی. سرعت رفت بالا. خورد. به شما خورد درسته؟ آقا از تیم هلیوم یه نفر حذف شد، به افتخارش دست بزنیم. حمید عالی. آبی رفت. ماشاءالله. ماشاءالله حمید. من خیلی دوست دارم بچه‌های اخراجیام امتیاز بگیرن. تلاش کن اینا همه نوشابه شربتی تلاش کن اینا همه نوشابه میریم تندتر. الان هست که به یکی بخوره. ماشاءالله حمید. واقعا حمید شربتی صدشو گذاشت. به افتخار حمید یه دست بزنیم. دمش گرم. اول به کی خورد؟ بله اول به تیم لایف خورد. رفته بود بیرون. اول سبز خورد. نه اول اون خورد اون اومد بیرون. من احساس میکنم اول به حمید خورده، ولی خب احساس میکنم باید به حمید یه فرصت دوباره بدیم. تیم لایف رو باید حذف کنیم. حمید توی حمید. آقا اول به حمید خورد بعداً به ایشون خورد. قبلش محمد بیرون بود. محمد قبلش بیرون بود. آقا اول نه وجود داشته باش. آقا حمید داداش بیا حمید. اول به تو خورد. اول به حمید خورد. شما ببین دوستمون بغل حمید مگه نبود؟ اول به حمید خورد. آقا ویدیو چک انجام شد. محمد لایف به خاطری که میگه من فکر کردم تو دور قبلی به یکی خورده بود، کشید خودشو سمت فنسا، بهش نخورد ولی آره رفت بیرون. به افتخار محمد یه دست بزنید. دمت گرم عشق من نوکر. بریم آقا با 4 نفر بازی رو ادامه میدیم. همون اولش هم سرعت بازی رو میبریم بالا. بریم آقا. حمید شربتی عالی کلا. عالی حمید عالی. سرعت بازی خیلی بالاه. هر آن امکان داره که به یکی بخوره. یه انگشتش که ببین این سرعت بازی رو نگیره حذف نمیشه، این که کامل میخوره حذف میشه. باید بزنه زیر پا یارو بره رو هوا واقعا. آقا به افتخار رفیقمون از تیم هلیوم یه دست بزنید. دمت گرم. بچه‌ها دور آخره دیگه، من با سرعت بالا شروع میکنم.
امیدوارم حق به حقدار برسه. شربتی 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 سرعتش خیلی بالاه. سرعت خیلی بالاه. نگاه کن. رفتیم رو 100% به یکی میخوره. سبز رفت سبز میرفت از تیم لایف یک اخراجی دیگه داریم. آقا به افتخار رفیقمون دست بزنین. آقا به افتخارش. بریم واسه دور آخر. خب رسیدیم به فینال این بخش. 2 نفر بیشتر نمونده از تیم اخراجی ها و از تیم هلیوم. قراره که ببینیم کی برنده میشه. امیدوارم حق به حقدار برسه. بریم آقا. قبول نیست قبول نیست. به کی خورد؟ به آبی خورد. به آبی خورد. بگیر. این یکی از قانونهای نانوشته بازی بود. ما بردیم. قشنگ تباهی کردی قبول نبود من قبول نبود محمد معرفت خرج داد. حمید اومد دنبالش کرد. دم حمید هم به افتخارش دست بزنید. برنده تیم اخراجیات. میگه به بزرگتون سلام برسون. بگو من هیچ خدایی نمیتونم. تیم اخراجی‌ها وایپ اوت و برنده شدن. آقا تو آیتم گلادیاتور قرار از هر تیم یه نفر بیاد رو پل. هر کی زودتر بیفته بازنده است. همه بچه‌ها قراره بازی کنن. بریم که داشته باشیم ببینیم نفر اول یا تیم برنده کیه. به افتخار خودتون دست بزنید. مهدی مهدی ماشاءالله مهدی چقدر اومد داداش امیر گلادیاتور امیر گلادیاتور ماشاءالله مهدی زد خیلی غیر اخلاقی ما مهدی نام شد اینو آهسته‌اش نشون آقا مهدی بازنده شد. اصلا انتظار نداشتیم ولی خب زخمشو زد آخرین لحظه آقا مهدی. از تیم لایف مهدی 3 تا برد داشته. با هم افتاد. همزمان افتادم. منم همزمان دیدم. یک بار دیگه چالش میکن. چالش میکنم با هم دیگه. آقا چون همزمان بچه‌ها افتادن یک بار دیگه میرن رو پل. بفرمایید. مهدی بله دفتر نقاشی ماشاءالله مهدی اینجا آب خوردنه اینجا آب خوردنه چه میکنه این اینم چسب داره؟ بابا چرا نمیافتی؟ همه رو ترکوندی. بریم آقا. بریم واسه نفر بعدی. علی غفاری زاده معروف به علی معلم. تو تیم اخراجی ها. ماشاءالله علی کلی ماشاءالله علی کلی
اومدی بگو سر شلفشی شلفشی گیجش کن دو دستی بگیر افشین دو دستی بگیر تعادلت به هم آقا چرا نمیاد جلو آقا باید بیاد جلو آقا نمیاد جلو نرو افشین جلو نرو آقا تشریف بیاری جلو بیاین نمیاد آقا سبز کنه بیا جلو سبز بازنده است سبز خورده زمین امیر باخت از تیم اخراجی ها امیر بازنده است برو برو آقا جان برو جلو برو آقا افشین جلو نرو آقا وسط بیا دیگه باز افشین بده اون بیا افشین مهران با اسم چیه؟ افشینه؟ اما پنجلی ها میشناسی تو پایتخت؟ زمین دیگه نداری بیا جلو افشین افتاد باریکلا بدون دخالت دست حذفش میکنه ماشاءالله آقا مهدی تبریزی از تیم اخراجی ها وارد زمین میشه عزیزی که نیستن مهدی غیرت تبریز خوب جنگید واقعا مهدی خوب جنگید خدا وکیلیش نسبت به شکمی که داره واقعا دمش گرم جلوتر انعطاف بدنی میلیون دیگه تا شده بود رفت صفحه بعد مهدی نرمجانی از تیم اخراجی ها مهدی عالی آقا خطا نه افتاده بود گفتی آقا هر جوری نه اصلا این از دستش نباید بیفته خطا برو سمتش بخور مهدی عالی مهدی پای جلوش پای جلو عالی آردو مسلس ماشاءالله یه دونه سالم رفتی دیگه اجازه بده یه دونه سالم ماشاءالله تیم لایک با تیم هلیوم اونو نگاه منو نگاه کن نه دیگه مهران 2 قدم جلوتره بفرمایید بغل نگاه کن من وسطم بابا بازی آقا بازی آقا داور اینجا منم شما بازی کن الان من چه گویی نه آقا بگید اگر ما جلو نبودیم ما قبول میکنیم درسته حمید شربتی خوشا به حالم این سبز خیاری شده نشانم بگو این سبز خیاری شده نشانم بریم آقا سه حمید شربتی خوشا به حالم حمید شربتی خوشا به حالم ببینیم چه اتفاق قرار نیست ماشاءالله حمید
هیچی. آقا آرمین از تیم هلیوم نفر آخره. اگه به بازه تموم شده تیم لایف برنده میشه، اگه ببره که میره واسه نفرهای بعدی لایف. بریم که داشته باشیم. بفرمایید. زنده افتاد. چرا نمیگی؟ نه زمانی که افتاد دستشو گذاشت. اگه ما اینو میدونم اینو گذاشت، اگه نمیذاشتم ایشون زودتر میافتاد. آره این زودتر. آرمین خودت آرمین انتقام همه رو بگیر. آرمین واسه نفر دوم داره تلاش میکنه. بذار بیاد. ترسیده. آرمین ترسیده. وایسا بیاد چشمانش من دارم میبینم. عالی. تو حمله نکن بذار حمله کنه مثل مردی که از درخت میافتید افتید. محمد لایف از تیم لایف. محمد فقط پشتک میزنه. قدرت بدنش پایینه. عالی. دوربین داره. به خاطر اینکه همزمان افتادن یک بار دیگه تکرار میشه. بریم که داشته باشیم. بفرم. ماشاءالله آرمین. آرمین خودت یا میخوام اونجا استراحت کنم. ماشاءالله آرمین. مگه کشیه؟ شما تو مسابقات بوکس هم که طرف میگیره داور میاد جداش. آرمین دخم گرفت. تصمیم گرفتیم یک بار دیگه لطفاً این چیزای بازویی از دستتون جدا نشه. بفرمایید بریم آقا روی آریکلا آرمین. سکوی فرسینچر. ماشاءالله. بله. تیم لایف برنده میشه. بچه‌ها تو مرحله گلادیاتور برنده شدن. قراره تو این آیتم 5 تا جامپ انجام بدن بچه‌ها، برسن به آخر از داورای ما بادکنک رو بگیرن، 5 تا جامپ انجام بدن، بیان بادکنک رو بدن به حریف، به همتیمیشون، دوباره همین کار انجام میشه. 4 نفر از هر تیم این کار رو انجام میده. هر کی پاش به این صفحه بین 2 تا جامپمون بخوره سوخته و دوباره باید برگرده از اول این کار رو انجام بده. هر تیمی زودتر تموم کنه برنده است. خیلی ساده، به افتخار خودتون دست بزنید. بچه‌ها دستتون درد نکنه، خیلی زحمت کشید. حتما دستاتون هم بشورید که رعایت بشه این یا اول فصل. هر کی با من افتاد با من من اونو میبینم همه چی یادم. آقا کی برنده است؟ مال حرفانی 100 میبره. 8 نفر از هم جمع بشید، نه 7 نفر از هم جمع بشید با اون داوری یه نفر. چی؟ تیم حریفا مطالعه وارد شده، ایشالله که بعداً میفهمیم. شما نمک نشته از ما میبرمتون. کیا میبازن؟ اونا میگه ادیسون میزنه به شیشه صدا نره. قسم به شیر 8 نفر مادرش. بازی وفا نداره، این بازی با داور داره. درست میگه نفهم. بده. ببین نصف ما زیر زمینه، اینجوری نگاهمو نکن. به جون مادرم جلوت هیچی نیستم. رو راست چی بگم بچه‌ها، ما چیز کردیم، جیگرامون افتاده ولی حرفامون رو توی تشک میزنیم، هممون کننده ایم. 3 2 1. ماشاءالله حمید. برو مهدی برو. عالی مهدی. بیا. از اول از اینجا برگرد. اینترنتش کیه؟
برگردمی برگرد ماشاءالله. برو ماشاءالله برو عالی 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 مهدی برو 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 اونجا وایسا. مهدی برو اونجا وایسا. یه سیگار بده. آفرین آقا مهدی. الان بازم بیام من. نه دیگه تموم شد. همین که آخر ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. امیررحیمی اینترنتش ای بود. خب تیم لایف اول شد، به افتخارشون دست بزنیم. تیم اخراجیات دوم شد و هلیوم هم سوم شد. بریم واسه مرحله بعدی. آقا تو بازی جامپ بچهای لایف برنده شدن. به افتخار خودتون. به افتخار خودتون. خب تو این آیتم قرار بچه‌ها تو 2 تا نیمه 2 دقیقه‌ای با هم دیگه مسابقه بدن. هر کی بیشتر گل بزنه اون برنده است. 3 تا تیم داریم. با تراکش 2 نفر با هم بازی میکنن، برندهشون با اون تیمی که بیرون نشسته بازی میکنن. اگه اوکی اینو مشکل نداریم به افتخار خودتون دست بزنید. خب هر کی تک بیاره مستقیم میره فینال. هر کی تک بیاره میره فینال. مهدی میره فینال. مهدی میره فینال. بچه بازی 2 تا 2 دقیقه است. نیمه دوم شما تعویض میشین، 2 نفر دیگه میان تو، مجموعه گلای شما برنده رو مشخص میکنه. با لطافت بازی کنین. خطا من میگیرم ولی خب رفاقتی میریم جلو. 3 2 حسام حسام توشه دونه اینو. حسام ایول. باریکلا. گل بزن گل قشنگ بزن گل دیوانه یا علی مدد گل شیرانه دروازه بود توی دروازه بله بازی رو همونطور که داریم میبینید ضربه نسبتا محکم توی دروازه 1-1 بازی نه قدرت بدنی بود. بفرمایید خواهش می‌کنم. دروازه‌بان توپ میگیره پاس میده محمد ضربه رو میزنه. چه دروازه‌بانی خدای من. واویلا لایف ضربه تیرک توی دروازه. لایی میزنه. 1 دقیقه لایی درست آقا درسته. خطا ماشاءالله باری کلا به این دروازه‌بان. تمام 4 دقیقه و 5 ثانیه تیم لایف برنده بازی به افتخارشون. دوستان دروازه‌بان الان آقا مهدی وایساده تا آخر بازی. آقا مهدیه، شما رفتی تو دروازه نمیتونی با دست بگیری. لطفاً بازی سالم و بدون خشونت. 3 2
بزن اخراجی قهرمان میشه بزن اخراجی بازیه قهرمان میشه. مهدی تبریزی توپو گرفته، پاس میده یا نه؟ پاس میده. سالار با عقب بازی میکنه یا نه؟ خود سالار یه سرتوب، یه ضربه میتونه کارو تموم کنه. پاس میده عقب. بله مهدی تبریزی پا میکنه. چه بازی ژاپنی خوشگلی رو داریم در تصویر میبینیم. تیکی تاکای بی‌نظیر. اخراجی بچهای لایف خیلی محتاطانه. مهدی تبریزی ضربی اوت. آغازگر بازی هن بچه‌های اخراجی. بچه‌های آرژانتین رو می‌بینیم در تصویر. قهرمان میشه. سالار ضربه‌ای که با صورت دروازه‌بان برخورد میکنه. 30 ثانیه پایانی. 0-0 بازی داره دنبال میشه. سالار توی دروازه 20 ثانیه خطا 3 2 باریکلا تو میگیره. گل تمام. نیمه دومه، دست آخره، هر کی ببره برنده این بازی میشه. 3 2 تیرکو مملای به لرزه در بیاره. ننمجانی رو میبینی اوت. مملایف یه سرتوب زیبا. ننمجانی پاها بالا. موری خود موری. ننمجانی توی گله 3 گل زدن. گل شو بیرون آقا 3 2 بازی رو نگه داشته بودم. بریم آقا 1 دقیقه. ننمجانی خارج از تصورات عمل کرده. ننمجانی بیرون. گل بود. اشکال نه. 5-1 ادامه. 5 پاهاتو جمع کن آقا. ننمجانی چه کرده؟ ننمجانی شاید اگر بلاگر نمیشد فوتبالیست قابلی میشد. بازی ننمجانی تموم 6-1 بازی 6-1 تموم میشه. 6 تا میزنن. 6 تا و همینجا تیم اخراجی ها برنده شدن. بچه ها تیم اخراجی ها یعنی توی فوتبال با اختلاف خیلی زیاد قهرمان شدن. به افتخار خودتون. اخراجی
تو این آیتم قرار بچه‌ها با همدیگه هندبال بازی کنن. خیلی خفنه. بدون هیچ وقفه‌ای بریم که داشته باشیم. به افتخار خودتون. آقا هر کی تک بیاره میره واسه فینال. بریم. هر کی تک بیاره میره فینال. 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 آقا مهدی اخراجی ها میرن فینال مستقیم. آقا بازی تو 2 تا نیمه 1 دقیقه‌ای انجام میشه. نیمه بعد رفیقای شما جای شما رو میگیرن. امیدوارم بازی عادلانه‌ای باشه. 3 2 1. یه دونه کم کم باید پاس بدیم. پاس پاس پاس. درسته درسته درست. برو درسته. پاس بده پاس بده. برم بگیرش. اوه الفونتس برجس چه دفاعی میکنه امین از تیم. بابا بابا گله بعدی. گله اولو میزنه تیم هلیوم. 13 ثانیه. 12 10. بله 30 امتیاز. 30 به 10. 30 به 10. اونم 30 به 20. نیمه اول 3-2 تموم میشه. لطفاً عوض کنیم بچه‌ها. نیمه دومه. امیدوارم که موفق باشید. 3-2. بله گل اول تیم هلیوم میزنه. چند گودن دو پاس ضربه رو میزنه یا نه میزنه. به تیرک میخوره. به تیرک میخوره. اونقدری محکم نبود. به دل دستگاه ما بنشینه. بله پاسکاری. پاس نمیرسه. باید پاس بده. پاسو میده. پاسو میده. یه پاس دیگه. یه ضربه توی دروازه. بیرون بیرون بیرون. پاس پاس. گل آخر. زود باشین. خطا 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 خطا. خیلی خطای ناجوانمردانه بود. آقا بازی 2-0 شد. 3-1 بود. میشه جمعاً 3-3. میریم 4-3 تموم شد. تایممون هم تموم شد دیگه. خطاش دیگه با تو ثانیه آخر بود. 1 ثانیه مونده بود تموم بشه. 3 2 خورد. نه خورد. دستگاه امتیاز انداخت. آقا پنالتی که زده شده بود اصلا از بالا خورد به پشت دستگاه. بچهای هلیوم برنده شدن. میرن فینال با بچهای اخراجی ها بازی کنن. به افتخار خودتون. آقا بازی فینال امیدوارم که بازی عادلانه و رقابتی سالم داشته باشین. با 3-2-1 من 3-2-1. حمله اول تیم هلیوم به درد نمیخوره. پاسکاری بی‌نظیر. باید پاس بده. پاس میده. میزنه بیرون. باید پاس بده. میگیره. سالار میگیره. سالار پاس میده. مهدی از همونجا یه پاس دیگه. گل اولو میزنن یا نه؟ سالار میگیره. سالار میگیره. سالار مهدی چه دروازه‌بانی بود. خدای من. گل اول. گل اول. 18 ثانیه. 18 ثانیه. باریکلا. باریکلا. 1-1. 10 ثانیه. 9 8
ادامه 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 ادامه. خواهش میکنم تشکر میکنم از دو تیم خفن، واقعا با غیرت بازی کردن، یک شدن. میریم واسه نیمه دوم. دوستان خوب من، این بازی دیگه فیناله، فینال فینالیستا، یعنی هر کی ببره برده. خیلی ساده است، یعنی دو تا. امیدوارم حق به حقدار برسه. 3 2 1. تیم هلیوم خیلی قوی ظاهر شده. علی معلم توپو میگیره، پاس میندازه اشتباه. علی داده بود. درسته پاس داده بود آقا. 1-0. بازی ادامه. نه پاس نداده بود. با کی پاس داده بود؟ پاس نداده بود. بازی ادامه. 14 ثانیه پایانی. 9 ثانیه. باریکلا. 3 2 1 تمام. تیم بعدی. همه چی تا الان مساوی بوده، همه چی به این بازی بستگی داره. 1 دقیقه. 3 2 1. توی دروازه اخراجی ها. 1. حمله شو مهار میکنه. ماشاءالله. یا علی مدد. پاس میده محمد از تیم هلیوم. باریکلا. دومی گل. سری. توی دروازه. 2-1 پاس. توی دروازه. 2-2. میره واسه بازم تیم بعدی. باز مساوی شدن. 2-2 مساوی شدن. میره واسه تیم بعدی. امیدوارم که دیگه تموم بشه. آماده این؟ جنگ بقا. 1 دقیقه پایانی. 3 2 برو آقا. درسته. پاس نداده هنوز پاس نداده. آها بگیر. اوت. بازی ادامه داره. پاسو میندازه. ننم جانی یه پاس دیگه میده، همه رو فریب میده با موهای خوشگله. قشنگ بود. پاسکاری. ننم جانی با دل و جون. گل. ساده بود. درسته. ادامه. بازی کن. نرو تو حاشیه. پسر. باری. اوت. عمقی. چه پاسی. ننم جانی چی کرده. تمام مال خودمون. بچه‌های اخراجی ها برنده شدن و تمام. تیم اخراجی ها بازی هندبال رو برنده شدن به افتخار خودتون.
خسته شدیم چقدر به افتخار داداش دیگه انقدر بردیم بردیم برای ما دیگه عادی خسته شده. شدیم. خیلی عادی شده. همین والیبالا رو بازی نکنیم ها. هندبال فوتبال بابا ما دیگه خسته شدیم ما دیگه نیازی به کیوان برد نداریم قطعش کن کیوان انقدر خسته بردیم شدیم که دیگه آقا اصلا مهدی داره نیازی به اسکایی برد میزنه. نداریم.